دوستان عزیز سلام. امروز ما این بازار لشنشا این درشگاه زیبا هم آقا امیر عزیز داره اتونیدی باید در پشتی بازار تهیه بکنید و خوشحال با مگمر در کانال یوتیوب هم دنبال بکنید و سامان لاله سرچ کنید. این چنل یوتیوب حیاتونیدی پیشید از ویدیوهای داخلش لذت ببرید. اما جدا که در اینستاگرام ویدیو پست کنم، در یوتیوب هم ویدیوی از بازار لشنشا پست کنم. حتما تشریف بیارید و ویدیوهای زیبایی ببینید. از جمله امروز هم ویدیو داریم. بیا یه ذره بزنیم بخوریم. بیا من راحت اتوبوس کنم همه دوجی می‌کردم نیستم. من زیتونا رو دستی دونه‌ای بردیم. از این بازار فقط یه انارون در بازار لشنشا پیدا چرا شوریم یه جای بال نار بزنیم. یه همین آسیامه که پلویسه یا مشتری هم یا آسیان یا مشتری به تو سرزده مال سرزده سلام قربونت برم. خوبی آقا؟ چه خبر؟ دست در نگم. ببین دور بزنیم میریم نهار می‌خوریم. چی داری؟ نهار چی داری؟ سلام آقا. این کاسب عزیز یکی از بهترین هویج فروشای بازار. درسته واقعا هویج هر وقت هویج بدم خدایی این هویجون خدایی حرف نشه. مایه میگیم کجا مایه من سرخ قلب بخورد اینا آقا سلام نوکر زمان بخورید برم $400,000 بیده 400,000 بیده کیفی نوعیت کار کاریتی حرکت زریبی $400,000 بیده جان سامو حرکت طلایی دو کرده همون رسل دارن. اینم انار دانه یاقوت. انار دانه یاقوت کافی بید. آقا این چی میبیسه؟ پرتقال. چه پرتقالی توه؟ پرتقال تازه چین کیلو 20 محصول سادی. انار چه اناری؟ چه اناری؟ بریم آقا بیا قدم انار کجاه؟ اینجا رو بگیر اینجا رو بگیر اینجا رو بگیر اینجا رو بگیر اینا بچه بیش اسمان رو بگیر بچه بیش اسمان رو بگیر همه میرم یه عکس بگیرم خلاص تو اینم بگیر اینم بگیر اینم بگیر بیر دست شما درد نکنه که ما رو دنبال بکنید. مرسی.